اگه تو هم از این پتوهای کهنه و قدیمی داری بیا بهت یاد بدم باهاش یه لحاف و تختی خوشگل و جذاب بدوزی. این پست رو سیو کن که گمش نکنی و بریم با هم آموزش دوختش رو ببینیم. طول و عرض پتو رو به این صورت متر بزنید و به هر کدوم 2 سانت اضافه کنید. 2 لایه پارچه به این ابعاد برش بزنید. پارچه‌ای که برای روی لحاف هست از گوشه کار 40 سانت به سمت داخل بیاین و علامت بزنید و با خطکش این علامت ها رو به همدیگه وصل کنید و یه خط موازی با طول پارچه طراحی کنید. این خط رو اندازه بگیرین، وسطش رو پیدا کنید و به اندازه نصف عرض تشک به کناره ها برین و علامت بزنید. یک پارچه به پهنای 13 سانت و طولش هم 2 برابر عرض تشک باشه. با پایه چین دوزی کنید و این چین ها رو روی این خط قرار بدین و بدوزین. خواب چین ها باید به سمت داخل لحاف باشه و یک نوار تزیینی روی درز چین ها قرار بدین و بدوزین. و حالا 2 تا روی پارچه رو به روی هم قرار بدین. دور تا دور کار رو بدوزین. فقط یکی از قسمت های عرض رو باز بذارین. دستتون رو تو گوشه های پارچه قرار بدین و گوشه های پتو رو بگیرین و به این صورت پارچه رو به رو برگردونید و لبه پتو رو روی درز پارچه قرار بدین. با سوزن تهگرد فیکس کنید و این کار رو برای دور تا دور پتو باید انجام بدین. بعد از اینکه کارتون رو فیکس کردین لبه‌ای که باز گذاشتین رو به سمت داخل تا بزنید. اول با نخ و سوزن کامل کل پتو رو کوک بزنید و بعد با چرخ خیاطی این قسمت رو بدوزین. از لبه کار 20 سانت به سمت داخل بین و دور تا دور لحاف این 20 سانت رو علامت بزنید و با خطکش به هم وصل کنید و وسط لحاف رو هم اندازه‌های 40 در 40 خط بکشید. ابتدا کل لحاف رو با نخ و سوزن کوک بزنید و بعد هم از روی این خطا دوخت برین. و اینم از نتیجه نهایی کار.